میدونستین سیستان آتشکده داره؟ امروز میخوایم بریم روستای کرکویه که تو قرن 7 میلادی یه آتشکده توش بنا شده و جزو آثار باستانی سیستان به شمار میره. بریم قسمت اصلی آتشکده رو ببینیم. شاید الان به خاطر عدم حفاظت و رسیدگی به ویرانه تبدیل شده باشه، ولی گفته شده که تا قرن 17 هجری بسیار خرم و زیبا بوده. دور این آتشکده و چارتاقی شعر معروفی نوشته شده که معناش اینه: افروخته بادا روشنایی، تابنده بادا هوش گرشاست، از جوش رسته است نوش کن می را نوش، یار در آغوش گیر، به نیکی و آفرینش گوش دار تا می توانی نیکی کن که پلشتی ها نابود شدنی است. ویران شدن آتشکده کرکویه در زمان ابن زیاد حارس فرمانده عرب اتفاق افتاده. زمانی که مردم در 13 فروردین جشن و پایکوبی می‌کردند، لشکر ابن زیاد مردان کرکویه و چندین شهر اطراف رو کشتند، زنان رو به اسارت گرفتند و این خاطره وحشتناکی در تاریخ ایرانه. امروزه شاید بتونیم مراسم چهارشنبه سوری رو در ادامه همون آداب و رسوم مردم ایران زمین قرار بدیم، چرا که تقدس و گرامی بودن آتش ریشه کهن داره و از بارزترین ویژگی‌های آیین زرتشته. ما هم به رسم یاد بود